یکی ویدیو مستر بیست به جای پول یه لامبورگینی $250,000 داده به بلیک و اگه بتونه از شر بلاهایی که میخوان سرش بیارن حفظش کنه میشه مال خودش. بریم این ویدیوی جذاب و با دوبله اختصاصی داوشتون پوریاوست ببینیم. روی این ریل قطار یه لامبورگینی $250,000 و این قطار گنده قراره بزنه اون لامبورگینی رو نیست و نابود کنه. اما قبل تصادف من این لامبورگینی رو میدم به بلیک. دیگه تازه خبر نداری علاوه بر این قطار این 10 تا سرباز قراره 10,000 تا گلوله به سمت ماشین چلیک کنن. خدایی آدم پراش میریزه. آره حسابی خوش میگذره. جناب عالی فقط 24 ساعت وقت داری تا هر جوری که میتونی از ماشین دفاع کنی. زمانت هم از همین الان شروع میشه. خیلی خوب، اولین دیوار دفاعیم یه دیوار بتونیه. بعدش یه کانتینر بزرگ که توش پر از یخچاله و جلوش هم یه ردیف ماشین که قشنگ ضد گلوله‌اش. واقعا فکر می‌کنی این چیزا بتونن جلوی 10,000 تا گلوله رو بگیرن؟ آره گمونم بتونن. باشه خب ولی شنیدن کی بود مانندی دیدن ببینم چه می‌کنی. بلیک فوراً پرید پشت ماشین و رفت چند تا مغازه و $78,000 از پولای بی زبون منو خرج کرد. بقیه‌اش فعلا خرید کردنه. بریم سراغ جایی که محموله‌های بلیک رسید. اولین محموله سفارشاش داره میرسه. باورم نمیشه این همه خرت و پرت خریدم. تازه این همش هم نیست. تانکر آب داره، یه چند تا از این ماشین اسقاطیاش هم رسیدن و یه کانتینر هم اون طرف داره. کلاً هر چی دم دستش بوده رو خریده. دیوونه است بابا. نگران اون رفیقای اسلحه به دستمون نباش، کاریمون ندارن. آره فعلا که این مجسمه همونجا وایسادن. 5 ساعت گذشته و اون کانتینری که میبینین اولین دیوار دفاعی در برابر 10,000 گلوله است. آره همینجا خوبه، بذارش زمین. فرمانده به نظرت این کانتینر جلوی گلوله ها رو میگیره؟ اما اون بچه شدی؟ پس یعنی دهنش سرویسه. آره واسه خیرش بگذار. خدا رحم کنه. ببین خیلی حاجیمی رفته از ارتش 8 تا 10 تا سرباز ورداشته آورده با فرماندهشون. بعد تو نوب سگ میخوای در برابر این 10 مرد خشمگین و 10,000 تا گلوله مقاومت کنی؟ واقعا اینجا دیگه اگه فقط پول زورش بچربه به این داستان وگرنه دهنت سرویسه. پس یعنی دهنش سرویسه. آره واسه خیرش بگذار. خدا رحم کنه. 6 ساعت از زمانت گذشته از پیشرفتت راضی؟ آره راضیم. مطمئنی؟ قبل از اینکه کانتینر رو بیارن دو دل بودم ولی الان اعتماد به نفسم خیلی بیشتر. از فرمانده پرسیدم که این جلوی گلوله ها رو میگیره، بهم گفتن که تو خواب ببین. وقتی بلیک فهمید که باید هر چی تو چنته داره رو بذاره نه تنها تموم شب کار کرد. باش همین فرمون بیا. آفرین. همین فرمونو برو جلو. بلکه تا خود صبح داشت دیوار دفاعیشو تقویت میکرد. داداشمون میخواد این ورا هم بذاره تو کانتینر. در نهایت وقتی همه چی کنار هم قرار گرفت دیدم خدای نتیجه کارش بد نشده. بگو ببینم چه کردی استاد؟ تو ردیف اول یه عالمه بلوک سیمانی گذاشتم. ارتفاع دیوار وسط هم بیشتر کردم چون درست روبروی برجک مسلسل است. اونم بهشون نمیخوره شوخی داشته باشم. بعدش هم ماشین و کانتینر و چند تا بشکه آب. این طرف هم ما اون لامبورگینی رو داریم که بلیک داره خودشو به خاطرش پاره میکنه. پشت همه اینا قایم شده. سلطان جاش راحته. به نظر چیزی که ساختی جلوی اون همه گلوله رو میگیره؟ بله فکر میکنم میگیره. به نظر من که شانست فقط 50%. من که هر کاری میتونستم کردم. قبل از اینکه رفقامون بزنن ماشین تو آبکش کنن بیا یه چیزی نشونت بدم. جناب عالی نه تنها باید از این ماشین محافظت کنی بلکه یه 100,000 تا هم اینجا داری. چی؟ بله $100,000 هم روش بهت میدم. جدی میخوای حال بدی؟ گفتم پول بیمه‌شم بهت بدم. خب 24 ساعت گذشت. 8 تا سیبیل مسلح داریم با 10,000 تا گلوله در برابر تمام چیزایی که بلیک ساخته. حاضر یا نه؟ تمومش کن بره جیمی، با هم بازی نکن. افراد منتظر دستورتن جیمی. قربان آتش به اختیار. دریافت شد. افراد سلیم. آه خدا! ببین دارن خالی میکنن رو دیوار دفاعیش. آه خدا بابا بس دیگه بگو بس کنن. رفیق بلوکای سیمانی داره مثل برگات میریزه. وای وضعیت اصلا خوب نیست. ای وای دیوارای بلیک دارن میریزه. اما بلیک نمیدونه که این تفنگ‌ها تازه اولین مرحله از 4 مرحله‌ای هستن که ما برای نابود کردن این لامبورگینی ساختیم. شاید باید بگم هر چیزی که بعد از این مرحله ازش باقی بمونه. ای جان تازه تیربار آورده. بابا نکنید چون جدتون. دیوار دفاعیش داره صبح میشه. نکن لامسته. همه بلوکا ریختن. ببین کافیه فقط یه گلوله رد بشه و بخوره به ماشینت کارت تمومه. بابا داری چی کار میکنی؟ چند تا گلوله آخره. تا تمام. میتونی بری شکش کنی. اونور ببینم. تو رو خدا سالم باش جون مادرت. چه جوری است؟ سالمه.
خدا شکر 10,000 تا گلوله، حتی نتونستن روش خط بندازن. حتی یکیشم به ماشینت نخو. اگه نمیدونید بلکی، گفتم که اگه فقط پول زورش برسه 70,000 تا داد، زورش رسید به 10 تا سرباز مسلح. 100,000 تا میداد، فرماندهشون هم واسه بندری میرقصید. اگه نمیدونید بلکیه، اون تو 2 تا از ویدیوهای قبلیمون باخته بود، ولی اون امروز میخواد برای آخرین بار تلاش کنه تا ببینه میتونه جایزه رو ببره یا نه. حاضری بریم مرحله 2؟ بله. اون جرثقیل رو میبینی سیخ شده به سمت آسمون؟ اون مگه با اینا نفت استخراج نمی‌کرد؟ اون سالار مرحله 2. اون جرثقیل ماشینتو میبره تو آسمون و دقیقاً 24 ساعت دیگه میندازتش زمین. و جنابالی هم قراره بگیریش یه جوری که نابود نشه دیگه. واقعا؟ به جون خودم. خب برای بچه بیاد اینجا تا ما در حال آماده سازی اولین سقوط آزاد لامبورگینی دنیا هستیم. بلک داداش با لامبورگینیت خدافظی کن. بلک هم در حال استراتژی چیدن برای نجات لامبورگینی. خدا اگه بدونم باید چیکار کنم. چندلر جان بیا اینجا لطفا. جونم داداش. تو بودی چیکار می‌کردی؟ من بودم کل بالشه شهر رو جمع می‌کردم، بعدش تموم تشک‌ها رو، بعدش هم کل پتو. داداش می‌خوای رخت خواب واسه قول بندازی؟ با شیر گرمم می‌ذاریم تنگ. داداش تو رو باید ببرن تو ناسا، اینجا داری حیف میشی. منم سرویسه. خیلی خوب رفقا، یه خبر خوب و یه خبر بد از پس مرحله اول که بر اومدید. اما خبر بد اینه که یه لامبورگینی اون بالایه. اوکی؟ حالا از بین شما کسی نظری داره هر چی به ذهنتون میرسه بگید. قلعه بادی چطوره؟ قلعه بادی؟ اصلا فکر بدی نیست، در واقع خیلی هم فکر خوبیه. ایول. بعد از اینکه اون کارگر یه ایده خفن بهش داد، بلیک شروع به آماده سازی نقشه دفاعیش کرد. قرار کانتینرها رو جابجا کنیم و یه مربع درست کنیم. اینجوری میتونیم کل مربع رو پر از تشک و بالشت و پلاستیک حبابی و از اینجور چیزا کنیم. چند تا قلعه بادی هم میذاریم روش. اما مشکلمون اینه که الان هیچی نداریم. هرچی خریده بودم از جنس سیمان و آهن و اینجور چیزا بود و تو این مرحله به دردم نمیخورن. پس الان رسما دستم خالیه. بلک تیمشو فرستاد تا برن همه ی بالشتا و تشک‌های شهر رو بخرن. و با اینکه به شدت کمبود خواب داشت، تصمیم گرفت به کار ادامه بده. الان مغزم یه جوریه که یه لحظه به خودم میگم حاجی داری چه غلطی میکنی، بعد یادم میاد که آره دارم سعی میکنم اون خوشگله رو از سقوط نجات بدم. وقتی سفارش‌های بلک رسیدن، اون بیشتر از 24 ساعت بود که نخوابیده بود و واقعا دیگه نمیتونست رو پاش بند بشه. اصلا راه نداره باید بخوابم. 4 صبح بابا چشم درست نمیبینه. بلک اونقدر خسته بود که خیلی بیشتر از چیزی که برنامه‌ریزی کرده بود خوابید. بلک کجایی؟ گرفته ما رو. این دیگه چی آخه؟ هرچی لافت و شک تونسته گیر آورده، ولی از شیر داغ خبری نیست. آره بدون شیر که نمیشه. خودش کجا؟ فکر کنم خواب باشه، نمیدونم. وقتی بلک بیدار شد، متوجه شد که یه عالمه از زمانش رو از دست داده. اون هاش ماشین بلک اونجاش. کجا بودی؟ وقت نداریم، بیا بریم. خیلی خب ببینیم رفقامو چه کردن. اوه این قلعه بادی مهره اصلیه. باید بذاریمشون وسط بعد بادش کنیم. الان فقط 4.5 ساعت وقت باقی مونده و وضعیت اصلا خوب به نظر نمیاد. نهایتاً 10% شانس داشته باشه لامبورگینی رو بگیره. تازه اگه بتونه همین قطار عظیمو میخواد چی کارش کنه. بابا این گوشه‌ها پر کنید دیگه. اینجوری اگه سر بخوره این طرف میخوره به این دیوار رو نابود میشه. فقط 1-2 ساعت دیگه وقت مونده و بلک داره هر جایی که میتونه رو با کارتون و یه عالمه پلاستیک حبابدار پر میکنه. وقت داره تموم میشه. چندلر چقدر دیگه وقت مونده؟ 1 ساعت. خدایش بیامرزد. یکم از این نایلون حبابی‌ها مونده. میخوام برم بالای جرثقیل رو بپیچمش دور خوشگله. اینجوری خیلی بهتره نه؟ همین به دادش میرسه. بلک یه ساعت آخر رو داشت زور میزدیم پلاستیکا رو بپیچه دور ماشینش. اونجوری دلم میسوزه براش. بنده خدا هر کاری داره دستش برمیاد انجام میده. خدا کمکت کنه فقط. ساعت آخر رو داشت زور میزدیم پلاستیکا رو بپیچه دور ماشینش. اونجوری که میخواستم نشد. بلک میدونی وقت چیه؟ چی؟ وقت ترکوندن ماشینته. بریم ببینیم چه کردی. این پلاستیکایی که کمک نکرد ولی خب یه جورایی با شکوه شد. داداش به نظرت لامبورگینیت سالم میمونه؟ تیمی همیشه مثبت فکر. سری قبلی هم مثبت اندیش بودی. نه واقعا دلم روشنه. من کل بالشتای شهر رو خریدم. هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم. دیگه بقیه‌شو میسپارم به خدا. این یه مثل 20 شکل خدمته. قندم افتاده. اینجوری اگه ماشینه به فنا رفت لاقل یه موز برداشت. تو کل فروشگاه خارج گذاشتیمش. اگه میتونید برید و این شکلات جدیدمون رو امتحان کنید. خب بگذاریم 3 تا قلعه بادی، 150 تا تشک. چند تا بالش داشتی؟ همون 150 تا. 150 تا بالش و بیشتر از 2000 تا جعبه کارتونی. آیا جلوی سقوط رو خواهند گرفت؟ میگیرن. به خدا میگیرن. انگار خیلی مطمئنه. آره. 24 ساعت سکتو زدیم واسه این لحظه. ببینیم چی میشه. 3 2 1 بنداز لامبورگینیا. برو الان میذارم شتکت کنم. صداش که اصلا خوب نه. تو رو خدا سالم باش جون هر چی دوست داری. خب بذار کانتینر رو ببریم کنار. چقدر جعبه مبه ریخته اینجا. اوه چیه؟ الان باید ببینیم ماشین چقدر آسیب دیده. چراغاش که سالمه. چراغاش سالمه. غلط نکنم ماشین به خاطر قلعه بادی سالم مونده.
خب تو رسما اولین نفر تو دنیا هستی که تونسته یه لامبورگینی از سقوط نجات بده. البته اگه روشن بشه. خیلی خب بذار ببینم چه خاکی تو سرم شده. ایول باورم نمیشه. همه چی ما گذاشتم. میدونستم سالمه. همه چی به نظر خوب میاد، فقط یه ترک تو سپر داریم که این کارگزار بیمه عزیز اومد ماشین رو بررسی کرد و به همون گفت که از قیمتش چقدر افتاده. حدوداً 10,000 آقا دم شما گرم، بازم شکر خدا. خب الان وقت خوبیه به این نکته اشاره کنم که مرحله سوم ماشینای شعله ورن. واسه مرحله بعدی ما بدترین کابوس بلیک رو برگردوندیم. ما دقیقاً این چالش سری قبلی بدبختش کرد، ولی چند تا بچه‌ها تو کامنت اون ویدیو پیشنهاد خوبی داده بودن که آقا تو به جای این همه خرج و این چیزا زمینو بکن، اینو بذار توش، بعد روش یه لایه خاک و سیمان تموم شده رفت. کم خرج کم هزینه، عالی. البته آدم ممکنه تو اون لحظه و هیجان و اینجور چیزا مخش درست کار نکنه، ولی واقعا اینم پیشنهاد بدی نبود. واسه مرحله بعدی ما بدترین کابوس بلیک رو برگردوندیم. ما چالش ماشینای شعله رو بازسازی کردیم که سری قبل توی این چالش بلیک همه چیزشو از دست داد. واو خدا رحم کنه. از اونجایی که بلیک قبلا این چالش رو رفته، ما این بار تعداد ماشینایی که می‌خوایم بندازیم و 2 برابر می‌کنیم. فردا می‌بینمت. سری قبلی که رکب خوردیم امروز جبران میکنم. بلیک چند ساعتی و با باز کردن دیوار دفاعی قبلیش گذروند و بعد از یه شب خواب حسابی آماده ساختن دیوار دفاعی جدیدش بود. ساعت 10 صبح تازه بیدار شدم، یه عالمه کار داریم، پس برو که رفتیم. چالش سوم اینجوری رنده میکنم. اول کف کانتینر رو میبرم و میذارمش رو ماشین تا کامل بپوشونتش. بعدش 2 تا کانتینر دیگرم اینجوری میذارم رو کانتینر وسطی و مهمتر از همه این دفعه دیگه هیچ چیز قابل اشتعالی نداره. به نظرت موفق میشه؟ البته. یه لحظه فکر کردم میگی نه. بلیک از گروهش خواست که هرچی چوب توی کانتینر هست و در بیارن، چون چوب بود که سری قبلی دیوار دفاعیشو به فنا داد. بعدش داد کف کانتینر رو جدا کنن تا بتونه بذارتش رو لامبورگینی. اگه حواست نباشه ممکنه کانتینرها ماشینتو داغون کنه. بله اگه بشکنم ممکنه. واقعا؟ آره بابا یه عالمه وزنشونه. کانتینر آماده شد و حالا بلیک باید اونو جوری زمین بذاره که به لامبورگینی آسیبی نرسه. یه خط روش بیفته 10,000 تا قیمتش افتاده. او به همین جوری بیا پایین. فقط یه ذره مونده تا بخوره بهش. مواظب باشید، میخوایم بذاریم زمین. ایول عالی شد. آره آفرین. حالا بعد این 2 تا کانتینر رو اینجوری بذاریم روش. اگه یه ماشین اون وسط گیر کنه چی؟ نداشت این دفعه از این خبرانی، چون میخوایم یه مثلث نوک‌تیز هم بذاریم اون بالا. یعنی واقعا فکر میکنی چیزی که ساختی ماشینا رو منحرف میکنه؟ 100%. فقط 20 دقیقه مونده و ما به زودی میفهمیم که آیا این لامبورگینی هم مثل اون 500,000 دلار به فنا میره یا نه. و مثل همیشه بلیک از آخرین ثانیه هاش هم استفاده کرد. 3 2 1. نمیفهمم این خاکا الان دقیقاً قراره چی کار کنن. وقت تموم شد. سری قبلی که نشد، ولی بیا ببینیم این بار میتونی مرحله 3 رو بگذرونی یا نه. وقت انتقامه. بلیک اگه یادت باشه 500,000 تا سر همین چالش به چخ دادی، الان حست چیه؟ این دفعه اعتماد به نفسم بیشتره. به نظرم بچه‌های تو خونه میخوان یه چیزو بدونن. آیا مثل سری قبلی چوب گذاشتی اون داخل؟ ای کوچولو نه بابا، چوب کجا بود؟ خدایی اون دفعه اشتباه احمقانه‌ای کردم. بودن یا نبودن؟ بفرمایید تو. 3 تا کانتینر، یه عالمه خاک، بلوکای سیمانی و یه چیز مثلثی عجیب که اون بالاست. در برابر 10 تا ماشین شعله‌ور. حاضری یا نه؟ هرچی داری رو کن. روشن کن لامصبا. به زودی مشخص میشه که آیا بلیک با یه لامبورگینی جدید و 100,000 دلار پول میره خونش، یا قراره توی این چالش حذف بشه و دست خالی بره خونه. چیزی نمونده تا جواب سوالمونو بگیریم. 3 2 1 بندازینش. اوه وای گیر کرده اونجا. وای دقیقاً اتفاقی افتاد که نمیخواست بیفته. ای وای. میگن آدم از هر چی به ترس سرش میاد. الان داستان این بنده خداست. این همه زور زد که ماشین اون وسط نمونه، همون اول کار زد. گیر کرده اونجا. وای دقیقاً اتفاقی افتاد که نمیخواست بیفته. ای وای. هنوز مثبت اندیشی؟ نه به اندازه قبل. یه خاطراتی داره یادم میاد. داداش واسه تو خاطره بود. خیلی خوب بریم سراغ بعدی. بنداز. بندازینش پایین. خب از اونجایی که بلیک داره مثل دفعه قبل تو این چالش میبازه، منم از موقعیت استفاده میکنم و راجع به این گوشی جدید بهتون میگم. ما الان اینجا یه گوشی جدید گلکسی S24 اولترا داریم. ببین این گوشی میتونه براتون اسلو موشن بگیره، اونم 4K. تازه دوربینش هم خفنه. ما الان 60-70 متر این طرفتر هستیم و تازه شبم هست، ولی نگاه چه تصویر خوبی داره بهت میده. آقایون داداشا بعدیشو هم بندازید. آخ اینه که بده.
تازه این S24 یه عالمه قابلیت‌های هوش مصنوعی هم داره. قافیه هم داره. یادته تو چالش قبلی سپر لامبورگینی ترک خورد؟ کافیه اینجوری عکسشو بیاری یه دایره دورش بکشی و خودش برات فتوشاپش می‌کنی. بفرمایید خدمتتون ماشین نو مبارک. ماشینم نو شد. خب دیدی خیر. هر وقت حاضر بودید. تازه یه قابلیتی داره به اسم دایره جستجو که کمک میکنه خیلی راحت راجع به هر چیزی اطلاعات به دست بیارید. اگه بلیک اینو تو ویدیوی قبلی داشت میتونست خیلی راحت راجع به قابل اشتعال بودن چوب بفهمه. فقط کافی بود این دکمه رو نگه داره و برش دور چوبا دایره بکشه و بنویسه آیا این قابل اشتعال است. بله همونطور که میبینی الوارای چوبی قابل اشتعاله. خلاصه که 3 سوته جوابشو میگرفت. ان شاءالله سری بعدی. من که خودم خدایی پرام از این گوشی خفن ریخته. شما هم اگه پول دارید امتحانش کنید. سامسونگ به ما پول نداده ولی ما دوبله میکنیم چون واسه سازنده اثر ارزش قائلیم. بریم سراغ ماشین بعدی. ما ماشینا رو یکی پس از دیگری انداختیم و با هر ماشینی که مینداختیم استرس بلیک بیشتر و بیشتر میشد. تازه این همه ضربه پشت سر هم داشت به خود کانتینرها هم آسیب میرسوند. وای سقف کانتینر داره خم میشه. متاسفانه کانتینر اصلی که داره از پولا محافظت میکنه داره بر اثر فشار و گرما خم میشه. از روزی که باختم تا حالا 100 بار اینو تو ذهنم تمرین کردم. خب حالا وقت انداختن آخرین ماشینه. ای وای بیا پایین تو رو خدا بیا پایین. ای وای داداش شعله ها رو ببین اونجا یه 1000 درجه‌ای هست. حتما ماشین تا حالا آب شده. بده من اون کپسولو. قدرت خدا چطور میدوه. بلک بابا مواظب باش. دارم میام. تمام کن. اوضاع چطوره؟ سالمه. ای وای حال کردین یا نه؟ ببین یعنی یه دونه ماشین دیگه مینداختیم کانتینر میشکست. تو جلوی 10,000 تا گلوله رو گرفتی. لامبورگینی تو از سقوط آزاد نجات دادی. حالا هم که تونستی از پس ماشینای شعله ور بر بیای. پس حالا نوبت مرحله 4. رو کاملا چی داری؟ زمانت از همین الان شروع میشه. چونو دارم؟ برای آرزوی موفقیت. رخصت حالمون. به کجا شدین شتابا؟ چه میدونم. بلیک میدونست که این قطار مرگبارترین حمله خواهد بود. بنابراین بدون معطلی رفت سراغ نقشه کشیدن. بهترین راه متوقف کردن قطار اینه که از ریل خارجش کنی. منم میخوام همین کارو بکنم. همه این الوارا رو محکم بستیم روی ریل تا جلوی قطار رو بگیرن. و اگه 100 تا الوار رو اینجوری بذاریم دیگه عمرن قطار بتونه ازش رد بشه. اون چوبایی که تو ویدیوی قبلی بدبختم کردن این دفعه نجاتم میدن. کافیه فقط بتونم 5 سانت از مسیر منحرف بشم. 5 سانت همچین کم هم نیست. خوشم اومد. اینا رو که چیدم روشون بلوک سیمانی میذارم. مطمئنم جواب میده. امکان نداره جواب نده. بلیک با گروهش تمام شب مشغول کار بودن و وقتی صبح روز بعد من رسیدم اونجا معلوم بود که بلیک هر چی تو چنته داشته رو گذاشته. چطور داشت؟ صدا چرا اینجوری شده؟ خدا دارم میمیرم. همونطور که میدونید بلیک 250,000 تا تو این ویدیو و 500,000 تا هم توی این یکی ویدیو از دست داد. مطمئنم که بلیک از باختن خسته است. ارتشش دارن واسش همه کار میکنن. اونا حتی دارن ماشینایی که ما تو مرحله 3 انداختیم و میچینن روی مسیر قطار. زمان داشت به پایان میرسید و بلیک برای اینکه بتونه اون قطار رو متوقف کنه هر چیزی که دم دستش بود روی مسیر قطار میچید. از کانتینرای بزرگ گرفته تا اون تشکایی که تو مرحله سقوط بود. خدای بلیک خیلی زحمت کشید. میخوام کمکش کنم ببره. انگار واقعا میدونه باید چی کنه. ببین همه نیت کردن کمکش کنن این مرحله آخر رو ببره. حتی خود جیمی هم آستین زده بالا داره کمکش میکنه بار میبره این ور اون ور. دهن همتون چون دیدن واقعا زحمت کشید. یعنی تمام شب بیدار و صداش گرفته انقدر داد و بیداد کرده و خدای حقشه ببره. اون تشکایی که تو مرحله سقوط بود. خدای بلیک خیلی زحمت کشید. میخوام کمکش کنم ببره. انگار واقعا میدونه باید چی کار کنه. حیف که 11 دقیقه بیشتر نموند. بلیک قبل از پایان زمانش هر کاری که از دستش برمیومد انجام داد و خدایی چیزی که ساخت خیلی خفن به نظر میاد. دیگه آخریشه. قول آخرش همینه. 3 2 1 همین شکلات نجاتش. خب بس دیگه وقت تموم شد. لطفاً همه چی رو متوقف کنید. زمانت رسما تموم شد. خودت کمک کن. از کانتینرهای مرحله اول تا تشک‌های مرحله 2 و حتی ماشینای سوخته مرحله 3 اون از همه منابعی که در اختیارش بود استفاده کرد. بیا ببینیم با لامبورگینی میری خونتون یا من قراره برسونمت در خونه. رو ببینم چی داره. بزن تمومش کن. واسه اینکه بزنیم همه چی رو داغون کنیم اول باید سوار قطار. باید یه عالمه برگردیم عقب تا قطار قبل از برخورد بتونه حسابی سرعت بگیره. فکر خوبیه مگه نه؟ چیمی کجاش خوبه؟ نه خدایی فکر می‌کنی لامبورگینیت سالم میمونه؟ نمیدونم چی امیدوارم. صد البته که ما لوگوی مستر بیست شوکولو هم روی قطار زدیم چون خوشمزه ترین شکلات دنیاست. یعنی اگه نخوری نصف عمرت به فناست. ولی فعلا نوبت مهمترین لحظه زندگی بلیکه. بیا ببینیم لامبورگینیو میبره یا نه. داداش وصیتی چیزی نداری؟ ببینم چی داری؟ قطار رو بفرستید. داره میاد. یا خدا یا خدا یا خدا. داره میاد.
قرار سرعت قطار قبل از برخورد به 60 کیلومتر بر ساعت برسه. عجب سرعتی داره. ازرائیل خارج شو، تو رو خدا ازرائیل خارج شو. داره میاد. ببینیم موانع جلوشو میگیره یا نه. وایسا ببینم. انگار موفق شدی. وایسا بلیک واقعا انتظارشو نداشتم. موفق شدی داداش، تبریک میگم. خدا، لامبورگینی جدید تو عشق بلیک. مبارکه. داشمون نه تنها لامبورگینی بلکه کل این 100,000 تا رو هم برد. یه دور بزنم. بالاخره میدونی تونستم. بهترین حسن ختم واسه این ویدیو چیه؟ چیه؟ یه شکول بزن داداش روشن شی. شیرینیشم من بهت میدم دیگه، چی میخوای؟ از قدیم گفتن تا 3 نشه بازی نشه. چرخش برات بچرخه. خب رفقا، مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدید. هر بار که تو این ویدیوهای مسابقه میبینم که یه نفر بعد از کلی تلاش و زحمت کشیدن به نتیجه میرسه، اصلا حالم خوب میشه. اصلا انگار خودم اون جایزه رو بردم. خلاصه که دمتون گرم که ویدیوها رو میبینید. خوشحالم که دوبله ها رو دوست دارید. همیشه یادتون باشه که کار با کیفیت ارزش ثبت کردن رو داره. میدونم مستر بیست دوست دارید، ولی ندوید تون برین اون نسخه انگلیسیشو ببینید. صبر کنید تا دوبله با کیفیتشو براتون بذارم تا کارو اونجوری که باید ببینید و حال کنید. اگه برید دوبله ضعیفشو ببینید یا مثلا نسخه انگلیسیشو ببینید، نه کار اونجوری که باید بهتون میچسبه، تازه برات اسپویل میشه، حالت هم گرفته میشه. نگرانم نباشید، ما کل ویدیوهای مستر بیست رو براتون دوبله میکنیم. مثل همیشه کانال تلگرام و پیج اینستاگرام من و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.